اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه نورآباد نخست با لایحه بنیاد راه ماشینگرد راهون آبی گرم نورآباد شناس گردیدند. تطبیق این لایحه مهم در ادامه اقدامات دولت و حکومت مملکت جهت به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان روی دست گرفته شده است. لایحه به 3 مرحله جدا کرده شده. مرحله یکمی آن راه اساسی آبی گرم تگی کمر مسافه 3.2 کیلومتر را در بر میگیرد. ضمن معرفی لایحه اطلاع داده شد که در این مرحله ساختمان نقب‌های خندق با درازی 1.6 کیلومتر و قرچاق با 1.7 کیلومتر بنیادی 5 پل نو، تجدید 1 پل، 28 ایستگاه پیاده راه با مساحت 14860 متر مربع و گذاشتن علامت‌های راه با درازی 102.5 کیلومتر پیش بینی شده است. مبلغ گذاری مرحله یکم 178.1 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که 110 میلیون گرانت بانک آسیایی رشد، 40 میلیون قرض فاند سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و 28.1 میلیون دلار سهم حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. مرحله دومی لایحه از 44.1 کیلومتر راه اساسی تگی کمر نورآباد و از 45 کیلومتر راه بین دهوی عبارت بوده به راه نوی اساسی پیوست می شود. در دایره این مرحله نیز ساختمان نقب تگی کمر با درازی 2.6 کیلومتر 6 پل نو تعمیر و تجدید 1 پل موجوده، 1 پل منطقوی، 54 ایستگاه پیاده راه با مساحت 27312 متر مربع و نشانه‌گذاری 107.2 کیلومتر راه در نظر داشته شده است. اینچنین در دایره لایحه 70 کیلومتر راه‌های محلی ناحیه‌های ذکر گردیده نیز بنیاد و از نوسازی کرده می شود. سرچشمه مبلغ گذاری مرحله دوم از حساب قرض بانک اروپایی تجدید و رشد بوده 150 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. مرحله سوم لایحه مذکور ساختمان پل بزرگ بوده با درازی 760 متر بنیاد کرده می شود. مبلغ گذاری پل بزرگ از جانب بانک آسیایی سرمایه‌گذاری های زیرساختاری عملی می‌گردد که حجم آن 50 میلیون دلار آمریکایی می باشد. ضمن معرفی لایحه به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که برای تیار کردن لایحه مفصل و اساسنامه‌کنی تکنیکی اقتصادی پل مذکور سازشنامه بین وزارت مالیه و بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختاری به مبلغ 3.2 میلیون دلار همچون کمک تکنیکی به امضا رسانده شده است. همچنین تمام واسطه‌های تکنیکی راهسازی عبارت از ماشین‌آلات پیشرفته می باشند به مرحله ساختمانی اساسی دسترس گردیده است. مبلغ عمومی لایحه زیاده از 4.3 میلیارد سامانی بیش از 381 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که مبلغ‌های گرانتی و قرض‌های امتیازناک شریکان رشد را در بر می‌گیرد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی پوره با جریان تطبیق لایحه در همین جا به برداشتن پرده از بالای سنگ رمزی به کارهای ساختمانی راه ماشینگرد راهون آبی گرم نورآباد رسما آغاز بخشیدند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به مناسبت آغاز بنیاد باز یک انشاءاتی برای کشورمان بزرگ در نزد ساکنان و مهمانان ناحیه نورآباد سخنرانی کردند. سرور دولت نخست کل ساکنان وادی رشت ولایت مختار کوهستان بدخشان و همه حاضرین را به مناسبت آغاز کارهای ساختمانی در این راه که باز یک اقدام نیک در روند بنیادکاری و سازندگی به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به شمار می رود تبریک کردند. تأکید گردید که هدف دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان از بنیاد زیرساختار نقلیاتی در منطقه رشت از آن عبارت است که رشد ساحه‌های مختلف ناحیه‌های وادی و ولایت مختار کوهستان بدخشان را از طریق راه الترناتیوی تأمین و در این زمینه ده‌ها هزار جای کاری نو
таъсис ва сатҳу сифати зиндагии мардум боз ҳам баланд бардошта шавад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи суханронӣ таъкид доштанд, ки бунёди роҳи мошингарди Ваҳдат, Роғун, Нуробод, Рашт, Лахш бо дастгирии шарикони рушд ҳанӯз соли 2005 оғоз гардида, дар доираи лоиҳаҳои сармоягузорӣ беш аз 310 километр роҳҳои дорои аҳамияти байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва 138 километр роҳҳои маҳаллӣ ба маблағи умумии 1,9 миллиард сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. Пас аз суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбари намояндагии Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд Айтен Рустамова ва сокинони ноҳияи Нуробод баромад карданд.